محصول دسترنج هنرمندان تاجیک از دوره‌های دور تاریخ تا به امروز مقام و منزلت خود را گم نکرده در سطح جهانی معرفی‌گر خلق و ملتند. در دایره اعلان گردیدن سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی، هنرهای قدیمه از نو احیا گردیده آفریده ها و دسترنج هنرپروران تاجیک دوباره رشد و تکامل یافت. برگزاری چاره‌بینی و فستیوال آزمون ها باشد برای هنرمندان امکان فراهم آورد تا آفریده های خویش را بهتر و خوبتر معرفی کرده و در سطح جهانی به نمایش گذارند. در مؤسسه دولتی آثارخانه ملی دستگاه اجرایی رزیدنت جمهوری تاجیکستان با مقصد اجرای بند 37 امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و مناسبت شامل گردیدن سلسله هنرهای مردمی به فهرست آثار فرهنگی غیرمادی سازمان ملل متحد عاید به مسائل علم، معارف و فرهنگ یونسکو و احیای دیگر نمودهای صنعت و کسب هنرهای قدیمه ملی در سال 2024 نمایش جمهوریوی تحت عنوان معرفی هنرهای مردمی خلق تاجیک برگزار گردید. در نمایش هنرمندان زیاد گردی هم جمع آمده مال و محصولات دستی خویش را پیشنهادی تماشابینان گردانیدند. مقصد و هدف اساسی برگزاری این نمایشگاه این پیش از همه در عمل تطبیق نمودن سیاست فرهنگی حکومت جمهوری تاجیکستان و همزمان تبلیغ و تشویق و معرفی شایسته هنرهای قدیمی ملت تاجیک به شمار می رود. در نمایشگاه امروزه زیاده از 35 نوع نمونه‌های گوناگون هنرها که از جانب هنرمندان چیره‌دست تاجیک مخصوصاً هنرمندان شهر دوشنبه آفریده شدند به معرض تماشا گذاشته شدند. در برابر این از فوند طلایی آثارخانه ملی زیاده از 80 عدد نمونه‌های انواع هنرهایی که به واسطه انعکاسگر تاریخ و فرهنگ و رسم و آیین و عنعنه‌های خلق تاجیک میباشند در این نمایشگاه پیشنهاد تماشابینان گردانده شدند. و یکی از ویژگی‌های خاص نمایشگاه در این است که در این نمایشگاه هنرمندان بعضی نوع‌های هنر را به طور عملی در این نمایشگاه اجرا کرده میشوند و فکر میکنم برگزاری نمایشگاه برای تمام قشرهای جامعه مخصوصا ساکنان پایتخت شهر دوشنبه و سیاحان خارجی امکان می‌دهد که بار دیگر این نوع هنرهای ملی تاجیکان را از نزدیک ببینند و با رسم و آیین و عنعنه‌های تاجیکان از نزدیک آشنایی پیدا نمایند. در کار نمایش نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، وزارت و کمیته و اداره‌های دولتی، سفارت‌های کشورهای خارجی مقیم شهر دوشنبه، همچنین دایره وسیع ساکنان و مهمانان و سیاحان خارجی اشتراک نمودند. در آغاز نمایش مهمانان را با صوت و نوای مرغوب که توسط سازهای ملی نواخته شد پیشواز گرفتند. نمایش را دیرکتوری آثارخانه ملی ظفرشاه ابراهیم زاده حسن افتتاح بخشیده قید نمودند که ارج گذاشتن به هنرهای مردمی و عنعنه‌های سنتی از نیاگان به میراث مانده وظیفه مهم و جانی برای هر یک ما به حساب می رود. سپس مهمانان نیز اظهار نظر و اندیشه نمودند. بعداً از هر گوشه محصول دسترنج و طرز کاری هنرمندان را دیدن کرده با ذوق و استعداد و هنری والایی هر یک آنها احسن و صدها آفرین‌ها خواندند و دست هنرمندان تاجیک را همچون زر بها گذاری کردند که از دانه خرمن و از گل گلزار می آفرند. سهراب سعیدов یکی از کلالگران چیره‌دست است که در محصولات‌های ایجاد نموده خویش عنعنه‌های کلالی هزار ساله نیاگانمان را توسط نقش‌های گئومتری و ملی به طور مؤثر انعکاس می‌نماید. ناگفته نماند که محصولات‌های کلالی این هنرمند سزاوار 2 جایزه جهانی گردیده است. در همه چاره‌بینی‌ها این محصولات‌های پرنقش و دلرس توجه همگان به خصوص سیاحان را جلب می‌نماید.
اون چیزی که من میکنم هم ارمغانی است هم اون استفاده کرده می شود. یعنی اگر که اینجا بر شکردان ها باشد شما باید استفاده میکنید. شکر گرفتن ممکن چاینوک پیاله ها باشد اگر شما میتونید از اونها چای نوشید. و در اینجا با ظرف است برای نوشیدن شربت یا که دیگر نمود نوشاکی و همینا استفاده کرده می شود. من برای مثال از من شما نشون میدم. اینجا من محصولات یک قبطه است، همین شکردان است. این یک قبطه است، یعنی در اینجا شما شکر میگیرید و استفاده میکنید. همین محصولات در شکل مرکب من چی کردم؟ این هم شکردان است، یعنی که قسمتی دو قبطه است، قسمتی بالایش یعنی که هم بریده آرایش داشته است، هم با قسمتی درونی دارد. ببینید درونش برای استفاده کردن، یعنی که شما در اونجا میتونید شکر یا یگان شیرینی گیرید و استفاده کنید. همین خیلی همین محصولات دو قبطه بودن استوا پیش میکردن، یعنی بعد همین چیز از بین رفت به خاطر اونکه محصولات مرکب است، ساختنش دور و دراز است، برای اون چیز از بین رفت. من خواستم همین چیز احیا کنم. برای احیا کردن همین تکنولوژی همین محصولات دو قبطه یعنی 10 سال من صرف کردم. یعنی یگان استاد نبود که من به همین چیزا تیار نشون داد فهموند. من خودم آهسته آهسته قدم به قدم همین خودم آموخته آهسته. بله برای که احیا شود همین چیز از بین نرود من زحمت کشیدم. خاکی کلولی های ابرهات چگونه دست است؟ اصلا نه، از دیگر کلولی ها رنگش می‌فرق اکن اصلا خاک کلولی از خاک عادی فرق میکند. خاک عادی یعنی که پلاستیک است میگم، نه که همین پلاستیک نیست. این خاک مخصوص است خاک کلول است. در تاجیکستان گویم بسیار جوبه هست. قریب که در همه منطقه و همین خاک درخواست کردن دریافت کردن ممکن است. این خاک میتواند رنگش سبز باشد، میتواند سرخ باشد، لیکن بعد از اونی که ما باید میپزیم محصولات گشته سرخ میشود. توجه زیاد است و بسیاری ها میپرسند، حتی مردمی خارج اونا نسبت فرهنگ گویم بسیار توجه زیاد دارند. اونا میپرسند که این محصولات رشتون است یا در رشتون ما ندیدیم این محصولات، یا که در ازبکستان ندیدیم. بعدی که من میگم که این محصولات تاجیکستان است، اونا میگن ما در هیچ جا ندیدیم این محصولات. بسیارتر اکسپرت هایی که برای مثال اکسپرت هایی که از اروپا هستند اونا در حیرت میکنن که چیزی نو است، یعنی سخنی نو است. توجه حقیقتا زیاد است. اتفاق هنرمندان جمهوری تاجیکستان نیز نمونه گوناگون مال و محصولات خویش را پیشنهاد اشتراکچیان نمایش نمودند. بیشتر در این گوشه محض به این ارمغان‌های زردوزی شده که توسط زخمی سوزن و در شکل برجسته دوخته شده بود توجه کرده میشد که به دیدن چشم هر بیننده را واقعا هم اسیر مینمود. ما یکی از کارمندان اتفاق هنرمندان میباشیم که در این چاره‌بینی اشتراک کردیم و در این چاره‌بینی یک چند محصولات های دست خود را آورده پیشکش مهمانان گرداندیم که در اینجا مثلا با زردوزی، پاپورزنی، این گونه چوینک پوشک ها که با رمزهای ملی تاجیکی پاپورزنی یعنی که اورو داده شده است پیشکش تمام مهمانان گرداندیم و مهمانان امروز از ارمغان های ملی یعنی که اومده تماشا کرده ایستادند و این کاری نما میباشند که هر یکی آنها با دست یعنی که کاری دستی میباشد. در اینجا این چنین سنگ ها نیز با سنگ ها آرایش داده شدند که جلب دقت مهمانان را به خود جلب گردانده است و این چنین از این ارمغان های خود مثلا از این منظره های تاجیکستان که اینها برای روی یخدان چسباندن میباشد و مهمانان نیز با اینها یعنی که خیلی توجه میکنند و برای خود میگیرند، برای یعنی که به شهر خود برده در اونجا از منظره های تاجیکستانی ما را نشان میدهند، معرفی میکنند. و یکی از ارمغان های جالب ما این توقع میباشد که خریطه رو در اینجا تصویر کرده ایم و این برای یعنی که مهمانان ما بسیارتر از اینها این روزها خریداری مینمایند. نوگانی دیگری ما این کلاه‌های میباشند که اینها رو ما با این شکل یعنی که تبدیل دادیم با نوشتجات تاجیکستان با زبان انگلیسی که بسیارتر اینها رو مهمان‌ها خریداری مینمایند.
ما خیلی خوشحال میباشم که در این چاره‌بینی اشتراک کردیم و دقت مهمانان و سیاحان را به این کارهای خود به هنرهای مردمی خود که هنرهای دستی خود جلب کردیم. خوشبخت باقیف باشد با هنری هیکل‌تراشی خود مهمانی این نمایش گردیده بود. خوشبخت خوشحال از آن است که به این گونه چاره‌بینی‌ها دعوت می شود، زیرا یک قسمتی فرمایشگران به خصوص مزاجان خارج از کشورش را محض توسط همین گونه نمایش‌ها پیدا کرده است. طول 4 سال می شود که به این هنر هیکل‌تراشی مشغول هستم. بیشتر در این کار من چهره‌نگاری و کارهای ایجادی چهره می‌بینید در اینجا به همین استیل کار میکنم. خیلی خوشحال هستیم که در همین خیلی نمایش‌ها اشتراک میکنیم. هم هنرهای مردمی خودمون رو معرفی میکنیم و هم مزاجان پیدا میکنیم. این باری سوم از در نمایش اشتراک میکنم در همین خیلی نمایش‌های خلقی. بیشتر سیاحان از خارجه و با کارهای ما توجه میکنند. از ایران مهمانان بودن، فرمایش دادن و خیلی چهره فردوسی رو فرمایش دادن با ما. مونده کرده است. ما مسئول دستان هنرمندان ولایت مختار کوهستان بدخشان رو به معرض تماشابینان و سیاحان کشورهای دیگر پیشکش نمودیم. باعث خوشنودی است که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان برای ما هنرمندان فضای صلح و آرامی را مهیا ساخته است که ما در این فضا میتوانیم محصولات دستان خودمون را با معرض سیاحان کشور و هموطنان محترم بگذاریم و سطح زندگی هنرمندان را پیش بریم. سیخ کلان داریم در ولایت مختار کوهستان بدخشان در نوعه شغنان که هم با استحصال سنگ از طریق حقیقه، لاجورد، هر گونه سنگایی که در چی هسته استحصال میکنیم و از آنها مهره ها، دستمانه ها، گوشوار ها، هر گونه آرایشات چی میکنیم که هم برای سیاحان خارج کشور معقول است، هم برای هموطنان خودمون. باعث خوشنودی است که سالهای اخیر با محصولات هنرهای مردمی بسیار طلبات زیاد شده ایستاده است. بخصوص با سیاحان کشور خارجی می آیند و هر گونه محصولات دستانی ما را میگیرند. به همگان معلوم است که 90% تاجیکستان کوهسار است و کوه همه سنگ های قیمت بها را دارد و وقتی که ما با نمایشنامه های دولت های دیگر می رویم و سیاحان خارجیان بسیار حیران می شوند. از محصول هنرمندان ما خریداری نمودند. رجب ماه غفور با دستان سحرآفر و چشمان زیبابینی خود روی متا 1001 نقش و نگاری نظرروا را با انتخاب و استفاده رنگ‌های زیبا می آفرد. او حیات خویش را به حفظ کردن و رشد دادن هنری گلدوزی صرف نموده و چمن گل‌های وطن را روی متا دوخته است که زینت بخش جشن و مراسم‌های خرسندی گردیده است. محصولات‌هایش امروز باشد به این نمایشگاه زینت خاص بخشیده است. چهل سال پیش ما همین کار موموهامون، خالوهامون، اوچوهامون یاد گرفتیم. کرتای چکن می‌دوختیم به عروسا را، تاقی چکن می‌دوختیم به مثال دادرامون، اکامون، پدرامون. خیلی برای عروسا را تکسری می‌دوختیم. اولی تکسری 30 تا 40 تا تکسری می‌دوختیم. اینا خیلی برده‌ولی می‌دوختیم. یک برده‌ولی اینا ببین که 1 سال دم می‌دوزی که بعد بود می‌شود. بعد یک وقتی بود که همه چیزا همین قدر قیمتشون بلند بود بچم که اگر عروسی که یک تا برده‌ولی نمی‌داشت عروس چمی بودن می‌گفتن این عروس پاسپورت نداره، عروسی بی پاسپورت بده. همین برده‌ولی را با یک همین چی ارزشی بلند مثال چی کردن که گویا که این قدر ارزشش بلند بده. انا خیلی بالای خیلی مثال همین چیز اوستا ای بین رفت. یگان کس مثال در تنش نمی‌پوشید، نمی‌دیدیم یگان جدا. و در خونه هم استفاده نمی‌بردن. خیلی به همین طرزی گفته‌های ماده می‌فهمیده که اگه گویا که ای ماده رفت میگن که
هم خیلی شید. بعد چندین سال باین رحمت به همین جناب عالی پرزیدنت محترم امام علی رحمان که باین هنرهای مردمی را با سر نو احیا کرد. باین همه ما هنرمندا با ایسر سر کردیم با هنرامون هم مثال اینا بردهولی می‌دوزیم، کرتای چکن می‌دوزیم. اینا برای عروسا همه کرتای چکن عروسی است. برای همین انسامبل‌های کلان کرتا می‌دوزیم. خیلی خوبه آخه بچم. اینا مثال تمامی دنیا تمامی جو ما را مثال همین شهری ما را تاجیکستانی ما را با ایروی همین نقش نگار ما بسیارتر با میشناسن، حرمت میکنن. این وقتی که چیزای ما را میبینن مثال نقش نگاری ما را حیران میشوند. ای پرش میقپن، ایو پرش میقپن، ایره با سوزن میدوزین، ایره با چی میدوزین، کراسکا میکنین. خیلی سوال میتن، ما جواب میتیم، میگیم نه ما امیره روچکا خطی میکشیم و سوزن پیلر از پلوشک میکنیم میدوزین. همه همی چورابینی های شهر در اشتراک میکنیم بچم. یگان چورابینی نیست که به خلای رجمو بزگره. اول نامی ما های خیلی اومدیم اینا اشتراک کردیم، اومدن خلق تماشا کرد. اینا مثال با اینا گرامت همون دادن، سپاس نامه من دادن، رحمت. خیلی اگه مثال ما رو هم به قدری نمیکنن آخه. بیاین گفته با اینا یک چینیم چی بای آوردن میکنن آخه که با هوسمند میشیم با تاجیکستان آباد باشه، تنج باشه، همه سیر پر باشه، همه هر روز همه خیلی مثال چورابینی ها باشه، وقتی مردم همه خوش باشه. باید قید نمود که در این چورابینی زیاده از 35 نوع هنرهای قدیمی ملی مردم تاجیک به نمایش گذاشته شده است که پس از بازدید مهمانان از گوشه‌های هنرمندی به هر یک هنرمندان سپاسنامه‌ها تقدیم کرده شد. در کارخانه ما هنر مردمی قالین‌بافی براه مانده شده است. ما جایگیر هستیم در مرکز هنرمندان ناحیه 3 نوع شهر دوشنبه و امروز در این مرکز ما به قالین‌بافی مشغول هستیم. امروز ما از نمایشی که در آثارخانه ملی گذشت برای مهمانان و ساکنان تاجیکستان ما سپاسنامه گرفتیم که برای تشکیل کنندگان این چورابینی تشکر زیاد میگوییم و میخواهیم که این طور نمایشگاه ها زیاد شوند و این برای ما امکانیت میدهد که ما هنر خودمان را پیشنهاد کنیم و پیشنهاد میزاجان کنیم. من مینداری خودم را و همین تشکیل کننده همین نمایش میرسانم که همین هنری ما را قدر کرده، ما را دعوت کرده، ما را با همین سپاسنامه سرفراز گرداندن، مینداری خود را بیان میکنم. من در اینجا هنری همین پاپوردوزی، هنری سوزنی را پیشنهاد کردم به تماشابینان. من همین چیزی که شما در اینجا میبینید همش هنری دستی خودم، طریق ماشینه دختگی، پاپور دختگی، من اینش هم ماشینه دختگی، انا ایناش دستی دختگی، سوزنی، نه بالی هم سوزنی دختگی است. همین مهنتی دست خودم است. از سال 97 اینجوری دوزنده می باشم. در همین وقت من بسیار شاگردا تیار کردگیم. بعد اون از مقصد من با گرانت پرزیدنتی افتخار شدگیم. بعد من در از سال 2019 این جانب در هنرهای مردمی ناحیه سینا فعالیت میکنم. بسیار کرتاهای چکن فرمایش میدن، عروسا بسیارتر چکنی و ما بسیارتر برای کودکان گواره، بالای گواره اینم خیلی بسیارتر با ما فرمایش میدن. وقتی که چیزی همین دختگی خود در خانه عروسا میبینم بسیارتر من کرپچه میزنم، منم خیلی کرپچه عروسا ده بسیار میبینم، خرسند میشم، کاری دست خودم هم میبینم بسیار خرسند میشم. نمدریزی نیز هنری خیلی قدیمه بوده، کاری دست جمعانه می باشد، ولی متاسفانه کم هنرمندانی هستند که امروزها به این هنر سر و کار دارند. هنرمندان نمدریز قریب که انگشت شمارند. در این نمایش هنرمندان دهه گلپروری ناحیه فردوسی درس تیار نمودن نمدریزی را پیشنهاد مهمانان گردانیدند که برای هر یک آنها طرز تیار کردنش خیلی هم مراقب‌آور بود. نچ خیلی که در اینجا دیده ایستاده در هنرهای مردمی نمدریسی
این یکی از هنرهای قدیمی بود که اجدادان ما میکردن، بیبی باباهامون میکرده، همه مهنتی کمتر مشقتناک نه که فایده کلان دارد. این چیزی طبیعی است، از پشم گوسفند استحصال می شود. این را گروه زنها تشکیل میکنند، تیار میکنند. من اول پشم که گرفتیم انم خیلی تیار میکنیم به واسطه چوب. بعد پشمای گوسفند که هر خیله هستند، سفید میشه، زرد میشه و سرخ چطور میشود، وابسته به همون رنگی و رنگ میکنیم. سرخ چطور باشه سرخ میکنیم، سبز میکنیم. کبود برای گل اندازی کردن، برای زیبا شدن. این را در زمانهای پیش در هر یک خاندان استفاده میبردن. اگرچند که مهنتی طولانی باشد، مشقتناک هم نه که زنها در خانه جمع میشدن، همه تشکیل میکردن. پشم گوسفند را تیار میکردن، رنگ میکردن. بعد در دیگهای کلون آبی جوش مونده، آبی جوش کتی ریخته تیار میکردن. انا چه خیلی که دیده ایستاده در اینجا این مهنتی زنها. بعد از حاصل شدن این در دستی مردها میافتاد. مردها این رو وقتی که آبی جوش میریزیم و میپیچونیم، مردها این رو مالش داده، مهنت کرده، انا همین مهنت کرده نمتا تیار میکنن. شکر خدا که امروز با پیشوای ملت ما پرزیدنتمون بار همین احیا کردن هنرهای مردمی قدیمی رو امروز با اثر نو کرده ایستاده ایم. این از جهت طبیعی بودنش به سلامتی انسان فایده کلان دارد. هم گرم هست، هم سلقین، هم نسبت گلیمایی که تیار میکنن این طبیعی است. برای سلامتی اگر کسی خواهد اگر بسیارتر استفاده میبرد در خونه‌شون چیزی طبیعی. و میخواید اینا که غفستر کنید، میخواید تنوکتر کنید، خیلی که فورت همه وابسته به خواهش خودتون تیار میکنید. گل وابسته به همین و خیالات خودتون. میخواید که و یا کدوم فیگوره که خودتون به معقول هست و یا اول در کاغذ طراحی کرده بعد در گل میاندازید. در این نمایش نامه که امروز تشکیل کرده شد از هر گوشه کناری دولت ها اومدن برای تماشا. اینا بسیار معقول کردن، با حتی خریداری هم وای کرده رفتن که ما البته را گرفته می رویم به دولت. ما گفته ما خرسند شدیم از مهنتی کردگی ما. چنین نمایش و چوره‌بینی ها را به زردوزی های شاهانه نرزی قلندر و نمیتوان تصور کرد. او هر باره برای اشتراک در چنین نمایش ها یک نوگانی را در کار هنرمندی خویش وارد نموده. همیشه بهر احیای هنرهای از بین رفته کوشش به خرج می‌دهد. مویه به سپاسنامه سرفراز گردانیدن و من از نام خودم همچون هنرمند، همچون زردوز گفتنی هم که رحمت به پیشوای معظم ملت که با ما چنین شرایط ها رو مهیا کردند و ما در تمام چوره‌بینی‌هایی که در شهر در جمهوری در ناحیه شده میگذرد ما اشتراک میکنیم و ما رو با سپاسنامه و با افتخارنامه و با تحفه ها قدردانی میکنن. و من طول 54 سال می شود که با این هنر زردوزی سر و کار دارم. شاگردای زیادی هم دارم. چون که شما میبینید در اینجا این همش هنری دستی من و شاگردانی من هستند. آنها من کوشش میکنم که شاگردانم رو باز بهتر و بیشتر هنر خودم رو آموزانم و نوگونی های زیادی هم اختراع کردیم. کوشش کردم که چای خلطه هایی که پیش در دورهای پادشاهی بودن آنها رو از نو احیا نموده چنین چای خلطه ها دوخته ایستاده ایم همراه شاگردانم و طلباتشون به این محصولات ما خیلی زیاد هستند. برای اینکه هنر ما هنری دستی می باشد، هنر قدیمی می باشد. وقتی که این هنر زردوزی ما در دوره‌های پادشاهی فقط شاهان و شاهزادگان به بر می‌کردند، حالا باشند ما این هنر زردوزی رو به کلین و دامادان و مهمانانی از خارجه می آمده که پیشکش میکنیم خریدار زیادی هم داره. در چوره‌بینی و بعضا ما دکان‌هایی که ما زردوزی میکنیم در اونجا من در حالت کار نشان میدم. در اونجا هم اونها میبینن که همه البته کاری فکر میکنن اونها که این با ماشین دوخته شده است. وقتی که میبینن که ما چه کار میکنیم حالت کاری ما رو که میبینن بهای بلند میتیان.
намоиш таи 2 рӯз идома ёфта дар сатҳи хеле баланд доир гардид ва барои сайёҳон низ хеле ҷолибу дилрас буд. Very impressive. намоишгоҳи имрӯза бисёр диққатҷалбкунанда ва зебо ташкил гардидааст. ман хушнуд аз онам, ки имрӯз ба ин ҷо омадам ва бо ҳунарҳои дастию қадимаи ҳунармандони тоҷик шинос гардидам ва либосу армуғонҳое ки дар ин ҷо ҳастанд бисёр зебою дилкашанд. инчунин аз намоишгоҳ барои худ расмҳои зиёд, сангҳои қиматбаҳо гирифтам. ороишоте ки аз сангҳои қиматбаҳо ва нимқиматбаҳо омода шудааст, барои аҳли оилаам харидорӣ намудам. инчунин аз ин намоишгоҳ барои худ расмҳои зиёд гирифтам, ки ҳангоми ба кишвар рафтан онҳоро ба наздиконам нишон хоҳам дод. таваҷҷӯҳи маро ин ҷо бисёр либосҳои миллии тоҷикона ҷалб кард. бовар кунед, ин барои ман хеле ҷолиб ва диққатҷалбкунанда буд. мо аз ҷумҳурии халқии чин ҳастем ва бори аввал аст ки ба ин кишвари зебоманзар меоем. мо хеле шод ҳастем ки ба Тоҷикистон сафар намудем ва бо урфу одат, анъана ва суннатҳои аҷдодии ин миллати кӯҳанбунёд аз наздик шиносоӣ пайдо намудем. ҳоло дар пойтахти зебои ин кишвар Душанбе шаҳри Дилоро қарор дорем ва ба осорхонаи миллӣ ташриф овардем. роҳбалати осорхона моро бо намоиши ҳунарҳои мардумӣ ки чанд дақиқа пеш дар ин ҷо ифтитоҳ гардида буд, аз наздик шинос намуд. хеле чизҳои зебо ва диққатҷалбкунандаеро дидем ва аз ин таассуроти рангине ба худ бардошт намудем. фарҳанги миллати шумо бениҳоят ғанӣ ва бою рангин аст. мо ба ҳайрат афтодем. хело ҳам зебо. одамони ин ҷо хеле меҳмоннавоз ва хушмуомила ҳастанд, ки бо мо хуб рафтор менамоянд. умедворам шумо низ ба ҷумҳурии халқии чин ташриф меоред. ман ба дӯстони худам тавсия медиҳам, ки ҳатман ба ин ҷо ба саёҳат биёянд. одамони кишвари шумо хеле меҳмоннавоз ва зебо ҳастанд ва бо мо муносибати хубу самимӣ карданд. аз ин ба хулосае омадем, ки аз тамоми гӯшаву канори кишвари шумо ва мардуми он дидан кунем ва таассуроти зебои худро доир ба кишвари шумо ба мардуми худамон нақл кунем ва онҳоро барои саёҳат ба кишвари шумо даъват кунем. баргузор намудани чунин чорабиниҳо воқеан ҳам ба маврид буда барои рушду эҳё ва дар сатҳи баланд муаррифӣ кардани маҳсули дастони ҳунармандон нақши созгореро дорад. баргузории намоиши ҷумҳуриявии муаррифии ҳунарҳои мардумии халқи тоҷик дар осорхонаи миллӣ пеш аз ҳама баҳри дар амал татбиқ намудани сиёсати фарҳангии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва муаррифии шоистаи ҳунарҳои мардумии халқи тоҷик ба қишрҳои гуногуни ҷомеа мебошад. аз ин рӯ намоиши мазкур бо мақсади оммавигардонӣ ва ташвиқи ҳунарҳои мардумии ниёгон моҳҳои октябр ва ноябри соли ҷорӣ дар шаҳрҳои Хуҷанд, Вохтар ва Кӯлоб низ дар сатҳи баланди касбию эҷодӣ баргузор хоҳад гардид.